مبارزه با جرایم سایبری رو چطور تصور می‌کنید؟ راستش این مبارزه بیشتر شبیه یک بازی موش و گربه جهانی و فوق پیشرفته بین مجرم‌ها و نیروهای پلیسه. توی این تحلیل می‌خوایم با هم به دل این میدان نبرد نامرئی بریم، جایی که هر کلیک میتونه یک درگیری بزرگ باشه. خیلی خوب، برای اینکه این نبرد پیچیده رو بهتر درک کنیم، قرار 6 تا حوزه کلیدی رو با هم بررسی کنیم. اول از مقیاس این میدان نبرد شروع می‌کنیم، بعد میریم سراغ ابزارهایی که مجرم‌ها برای پنهان شدن استفاده می‌کنن. چالش‌های بازرس‌ها رو می‌بینیم، با قوانین جدید دیجیتال آشنا میشیم، نقش دوگانه هوش مصنوعی رو بررسی می‌کنیم و در نهایت می‌بینیم که چرا این نبرد هیچ وقت تموم نمیشه. اول از همه بیایید ببینیم اصلاً با چه مقیاسی از مشکل طرفیم. داریم در مورد یه دنیای دیجیتال بدون مرز حرف میزنیم که توش مجرما راستش رو بخواید یه قدم خیلی بزرگ از قانون جلوترن. برای اینکه فقط گوشه‌ای از قدرت مالی این مجرم‌ها دستتون بیاد، به این عدد نگاه کنید. 63.9 میلیارد دلار و این فقط درآمد تخمینی از یک نوع کلاهبرداری به اسم بزه‌کشی در یک ساله. کلاهبرداریایی که توش مجرم‌ها با جلب اعتماد قربانی اون رو به سرمایه‌گذاری‌های جعلی تشویق می‌کنن. همین یک عدد به تنهایی نشون میده که با چه صنعت پولساز و عظیمی طرف هستیم. و مشکل اصلی دقیقاً همینه. مجرم‌ها با سرعت نور حرکت می‌کنن، هویتشون پنهانه و مرز براشون هیچ معنایی نداره. در مقابل نیروی پلیس درگیر بوروکراسی، قوانین کشوری و رویه‌هایی هست که به طرز دردناکی کند پیش میرن. خب سوال اینجاست که اونا چطور موفق میشن توی این دنیای دیجیتال غیبشون بزنه؟ در واقع یه جعبه ابزار خیلی قدرتمند دارن که بهشون اجازه میده رد پای دیجیتالشون رو کاملا پاک کنن. بیایید با اولین و مهمترین ابزارشون شروع کنیم. منظورمون از رمزنگاری چیه؟ همون چیزی که توی اپلیکیشن‌های پیام رسان می‌بینید. رمزنگاری سرتاسری به خصوص روی شبکه‌های 5G یه دیوار بلند و تقریباً غیرقابل نفوذ جلوی پلیس می‌کشه. انگار که تمام مکالمات و برنامه‌ریزی‌های مجرم‌ها توی یه جعبه سیاه قفل شده. این یکی دیگه خیلی جالبه. تصور کنید یه برج مسکونی خیلی بزرگ فقط یه دونه آدرس پستی داشته باشه. سیجینت دقیقاً همین کارو میکنه. یک آدرس IP رو به هزاران نفر میده. حالا شما بیا و پیدا کن کدوم یکی از این هزاران نفر اون کار غیرقانونی رو انجام داده. تقریباً غیر ممکنه. و وقتی پای پول وسط میاد، کار از این هم پیچیده‌تر میشه. مجرم‌ها از ابزارهایی مثل میکسرها استفاده می‌کنند تا پول‌های دیجیتال کثیف رو به معنای واقعی کلمه بشورن. این پول‌ها با هزاران تراکنش دیگه مخلوط میشن و دنبال کردن ردشون برای بازرس‌ها تبدیل به یک کابوس واقعی میشه. و فکر نکنید اینا فقط ابزارهای تئوریک و پیچیده است. نه، اصلاً. این تصویری که می‌بینید یه آگهی واقعیه، یه سرویس پولشویی که خیلی راحت و علنی توی تلگرام داره تبلیغ میکنه. این نشون میده که ما با یه اقتصاد کلاهبرداری کاملاً سازمان یافته و در دسترس طرفیم. خب، همه اینها ما رو به یه چالش بزرگ میرسونه. چالشی که نیروهای پلیس باهاش روبرو هستن. جایی که روش‌های سنتی تحقیق در مقابل این جرایم مدرن و سریع کاملاً ناکارآمد به نظر میرسن. این جمله عمق فاجعه رو به خوبی نشون میده. کاری که یه مجرم توی چند دقیقه با چند تا کلیک انجام میده، برای پلیس هفته‌ها و شاید ماه‌ها زمان میبره تا فقط بتونه مراحل قانونی ردیابیش رو طی کنه. واقعاً انگار داریم مسابقه یه ماشین فرمول 1 رو با یه عابر پیاده مقایسه می‌کنیم. اینجا تفاوت سرعت رو قشنگ می‌بینید. سمت مجرم رو نگاه کنید. انتقال به صرافی اول، مخلوط کردن پول و نقد کردن، کلش در چند دقیقه. حالا سمت بازرس، نوشتن درخواست قانونی برای کشور الف، ترجمه کردنش، فرستادن از کانال‌های رسمی و بعد هفته‌ها یا ماه‌ها انتظار برای جواب. تا جواب اولی بیاد، اون پول 10 بار تو دنیا چرخیده. پس در نهایت بازرس‌ها دارن توی میدان نابرابر می‌جنگن. از یه طرف اطلاعات و شواهد دیجیتال خیلی سریع از بین میرن، از طرف دیگه دیوارهای قانونی بین کشورها راهشون رو سد کرده و خیلی وقتا هم ابزارها و تخصص لازم رو در اختیار ندارن. اما خب دولت‌ها هم دست روی دست نذاشتن. در مقابل این چالش‌ها نسل جدیدی از قوانین دارن نوشته میشن که مخصوص همین عصر دیجیتال طراحی شدن. یکی از مهمترین این قوانین بسته شواهد الکترونیکی اتحادیه اروپا است.
این قانون در واقع یه میانبر قانونیه. طراحی شده تا اون بوروکراسی پیچیده و زمانبر بین کشورها رو دور بزنه و به پلیس اجازه بده مستقیم از شرکت‌ها درخواست اطلاعات کنه. یعنی در عمل چی؟ یعنی اون بازی انتظار چند ماهه تبدیل میشه به یه فرایند خیلی سریع‌تر و مستقیم‌تر. این یعنی سرعت تحقیقات به شکل چشمگیری بالا میره. یه قانون مهم دیگه قانون خدمات دیجیتال یا همون DSA. این قانون بازی رو عوض میکنه. چطوری؟ بار مسئولیت رو مستقیما میندازه روی دوش خود پلتفرم‌های آنلاین. یعنی دیگه نمیتونن بگن به ما ربطی نداره چی تو پلتفرم ما اتفاق میفته. و برای اینکه مطمئن بشن شرکت‌های موضوع رو جدی میگیرن، جریمه‌های خیلی سنگینی در نظر گرفتن. جریمه‌هایی که میتونه تا 6% از کل گردش مالی جهانی اون شرکت باشه. این تهدید مالی یه انگیزه خیلی قوی برای شرکت‌های بزرگ فناوری ایجاد میکنه تا پلتفرم‌هاشون رو پاکسازی کنن. اما درست همون موقعی که به نظر میاد قوانین دارن به تکنولوژی میرسن، یه متغیر جدید قدرتمند وارد بازی شده. هوش مصنوعی. نیرویی که میتونه هم بزرگترین تهدید باشه و هم قوی‌ترین متحد ما. هوش مصنوعی واقعاً یه شمشیر دولبه است. از یه طرف مجرم‌ها میتونن باهاش دیپفیک‌های فوق‌العاده واقعی بسازن یا حملات فیشینگ رو در مقیاس جهانی و در چند ثانیه اجرا کنن. از طرف دیگه خود ما میتونیم از هوش مصنوعی برای شناسایی الگوهای پیچیده پولشویی یا تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها برای مبارزه با جرم استفاده کنیم. یه مسابقه تسلیحاتی تمامیار. اینجاست که اتحادیه اروپا سعی کرده یه قدم جلوتر باشه و با قانون هوش مصنوعی اولین چارچوب جامع رو برای این تکنولوژی ارائه بده. این قانون سعی میکنه قبل از اینکه هوش مصنوعی غیرقابل کنترل بشه، براش قاعده و قانون تعریف کنه و جلوی استفاده خطرناکش رو بگیره. و همه اینها ما رو به یه نتیجه میرسونه. این نبرد یک جنگ با نقطه پایان مشخص نیست. بیشتر شبیه یه مبارزه دائمی و در حال تحوله. یه چرخه بی پایان از نوآوری مجرمانه و تلاش برای سازگاری با اون. پس نکته کلیدی اینه: پیروزی در این میدان یه مقصد نهایی نیست که بهش برسیم، بلکه یه فراینده. فرایندی که به هوشیاری دائمی، سازگاری سریع و از همه مهمتر همکاری تنگاتنگ بین دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی در سراسر جهان نیاز داره. و در نهایت این تحلیل ما رو با یه سوال اساسی تنها میذاره. توی دنیایی که مرز بین زبان انسان و کد کامپیوتر روز به روز کمرنگتر میشه، آیا ما واقعاً برای نوشتن قوانین آینده دیجیتالمون آماده ایم؟ چون توانایی ما برای نوشتن این قوانین در نهایت امنیت و آزادی هممون رو در این دنیای جدید تعریف میکنه.